با من آماده شید بریم سربازی. جان خدمت سربازی دفاع از میهن دفاع از ما آمادم. بابا هر کی میگه بریم خدمت من میرینم تو خوده. انقدر شما بگین بریم خدمت بعد یه اتفاق دیگه افتاد مطمئنم امروز هم یه اتفاق دیگه اینجا افتاد. سربازی مگه نباید پوتین بپوشی؟ مگه نباید اسلحه بری آماده بکنی، دمیزش بکنی، درستش بکنی، خشاب مشاب بزنی یا تا 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 بری چه ماتیک میزنه؟ اینجوری میخوای بدی سربازی ها؟ اینجوری بدی سربازی نه. او پوتین و لباس و اصلا اینا که برام گفته همه این طرز قیافه و اینا اصلا مناسب سربازا به کشور خدمت بکنه، شاید به سربازا خدمت بکنه. من نظر چیزی توی من چون سربازی اینجوری که تو بگونی نیستم یه ذره یه کمی سخته. کاش سیگاری میشودی. وای فرمانده داره زنگ میزنه. الو آقای فرمانده، تنبیه هم میکنین؟ چیکار میکنید یعنی؟ Oh my god. آقای فرمانده بود زنگ زد هم یک هست؟ کار ساخته است. به نظرم ده نرو هیچ وقت. یعنی الان تصمیم گرفتی بری سربازی دیگه به نظرم نرو، چون اگر بری دیگه مشخص نیست که چه اتفاقی برات بیفته. ولی احساس من بعدش هم نیامد. نمیدونم فرمانده او پرچه گفت شاید جواب این اه آه راست میگی. کار ساخته است.